It's about our opinion because now we have traveled again to going to Tijuana again. So without recovery, without nothing. اتفاقات درستی نمیفته و واقعا هم حقشون نیست که اینجوری اذیت بشن. مردم بفهمن آقا ما تو حوزه کاری خودمون اینا رو بلدیم، این قابلیت ها رو داریم، هنرمندیم، نمیدونم دانشمندیم، مدرسیم، هر چی که هستیم که رفتن ورود کردن حالت کودتاوار وارد اون خونه هاشون شدن، اکثرا مال مجلسشون بود. جوانای غزه نشسته بودن داشتن بازی ایران و مصر رو نگاه می‌کردن، از باخت ایران خیلی خوشحال شدن و خیلی مصر رو حمایت کردن. اکثر کسایی که توی مافیای عرض به خدمت شما که سرگرمی هستن با این آدم ها همکاری میکنن. خصوصی ما اصلا پوکیدن با اصلا رحم بهت نمیکنن. تو میری اونجا میخوان ازت سوء استفاده بکنن به جای اینکه کار بکنی. او یارو 20 سال سابقه کار داره، استخدامش میکنن، انتظار دارن بله قربان بگه. 20 خورده ای سال سابقه کار داره، چی انتظار داری بیاد برای توی $2000 راست بشه؟ سلام، خیلی خوش اومدید به اولین قسمت از برنامه الشو اف ام. توی این برنامه و توی این کانال ما سعی میکنیم که ریاکشن بریم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که توی شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقاتی داره میفته و هر چقدر که میتونیم ریاکشن بریم و نظرات خودمون رو راجبش صحبت کنیم. اولین ویدئویی که من دیدم خیلی نظرمو جلب کرد، ویدئوی بنده خدایی هست، یه کمدیانی هست که در رابطه با آقای رامین رضاییان که صحبت‌های عجیبی باش کردن هستش. با هم ببینیم ویدیو رو. For what their governments and countries are doing, but then European teams don't have to do this. What happened? Every press conference afterwards, they don't get asked questions about the game. No. The media keeps trying to trap them into saying something Really? controversial. What do you think of what's happening in the Strait of Hormuz? The guy's like, yo, bro, I'm a footballer. I don't know. I don't want to. My people in Iran, they deserve more than everything. They deserve more happiness. They deserve everything. But they don't ask this of any of the American players, right? They don't ask the Canadian players, what do you think about the North America trade agreement that might... Those players, they were flying in every single day. Yeah. Every single day. They had to fly to Every another game. country Yes. to play a game. And they had customs and immigration every time they flew in. They were searched every single time. It was hours and hours before they could play the game. It's a disaster World Cup. Disaster. How possible we always have to travel to Tijuana? We love people of the Mexico. We love Tijuana. It's so good. They are so humble people. We love them. But as a professional players, professional competition, it's not right. Yeah, it's about our opinion because now we have traveled again to going to Tijuana again. So without recovery, without nothing, it's not fair. Why is it that African teams... اینم حالا به هر حال بچهای تیم ملی ایران بودن که اعتراض کردن نسبت به این قضیه که اتفاقات درستی نمیفته و واقعا هم حقشون نیست که اینجوری اذیت بشن. من اگر برگردم به 2013 که اینستاگرامم رو فعال کردم هرگز فعالش نمیکنم. قبل از اینستاگرام ما اصلا کجای معادلاتمون این بود که وایسیم تو صورت یکی بهش بگیم من چقدر ازت بدم میاد چندش. متاسفانه تو نمیتونی خوباش رو تبا کنی بعدش رو بریزی دور. بعدا و خوباش با هم میاد به سمتت. اینستاگرام تمام زندگی‌ها رو نابود کرد. دیاکتیو نمیکنم. نمیدونم اصلا چرا دارمش ولی دوستش هم ندارمش. من اگر آدم‌ها به نظر من آدم‌ها واقعا باید از اینستاگرام فقط چیز یاد بگیرن. اگر تو اینستاگرام هستیم باید وایسیم کارمون رو پرزنت کنیم، شغلمون رو پرزنت کنیم، چیزی که بلدیم رو پرزنت کنیم، مردم بفهمن آقا ما تو حوزه کاری خودمون اینا رو بلدیم، این قابلیت‌ها رو داریم، هنرمندیم، نمیدونم دانشمندیم، مدرسیم، هر چی که هستیم. الان خیلی ها هستن که میان یه فست فود خیلی ساده ای توی کوچه پس کوچه یه جایی با قیمت مناسب اجاره میکنن یا یه ملکی دارن که اصلا دست نخورده است، به درد هیچکی نخورده، رفتن توش کسب و کار درست کردن، هیچ کس از اونجا رد نمیشه. خیلی راحت با تبلیغات توی سوشال مدیا پاخار اونجا رو زیاد کردن. شب وقت و بی وقت یه جایی هستش یه چراغی هم روشن کردن، میتونی راحت بری اونجا غذا بخوری. چه غذاهایی هم میپزن، چه غذاهایی هم
تحویل مردم میدن. اصلا داستان لشکرآباد اهواز هم همینطوری بوده. اصلا لشکرآباد زمانی که ما بچه بودیم یه جای تاریکی بود، همون شروعش که الان خیلیا میرن اونجا، اصلا میرن اهواز به خاطر همین. راش انداختن با سوشال مدیا. سوشال مدیا کاری کرد که اون فلافل فروشای لشکرآباد اهواز جز مناطق گردشگری اهواز بشه. قبلا اصلا توش خلاف میکردن فقط ملت. یعنی جای تاریک، جای سوت و کور، جای نمور که کسی نمیشناسه، جای رشد هیچ کس نیست. مسؤولة النزاهة متهمة بالفساد وافتتحت بنكا مركزيا سريا في بيتها. ليش أموالنا تروح للبنك المركزي والبنك المركزي صاير عبارة عن تاجر فاتح له منصة ويبيع دولار. مفارقة صدمت العراقيين. نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عالية نصيف تسقط في شبكة فساد که میگن ظاهراً یه تعداد زیادی از آدم هایی که توی بخش مختلف دولت عراق داشتن فعالیت میکردن در منطقه سبز عراق که ظاهرا تفتیش هم نمی شده و اینها و اینا همه مسئولیت قضایی داشتن، ورود کرده حاکمیت عراق. اوامر قوات الامن العراقیه عثرت على به قول معروف اگه نگاه کنید به ویدیو، حالا من دیگه صداشو قطع کردم، که رفتن ورود کردن حالت کودتاوار، وارد اون خونه هاشون شدن، اکثرا مال مجلسشون بودن، وارد خونه هاشون شدن و میلیاردها دلار پول نقد اونجا به صورت بانک انبار کرده بودن و همه رفتن این پولا رو کشف کردن. همونطور که توی تصویر میبینید متاسفانه یه همچین چیزی تو عراق اتفاق افتاده. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a war criminal. You're a baby killer. Fucking bitch, fucking British bitch. I told you I'm American, unfortunately. Free Palestine from genocidal baby killers. هستن که دارن از فلسطین حمایت. I don't. Actually, I have Palestinian students that had to leave Palestine. فلسطین حمایت میکنن و فلسطینی ها درسته که فشار زیادی بهشون میاد و کشتار زیادی براشون اتفاق افتاده، ولی توی خود غرب هم خیلی دارن از فلسطین حمایت میکنن به صورت سوشالی، البته به صورت به قول معروف اجتماعی و فرهنگی دارن حمایت میکنن. یه کشوری مثل ایران هم داره به صورت عملی حمایت میکنه، ولی واقعا من ویدیو دیدم، نمیدونم تو ویدیوهای امروز هست یا نه، میگمش حالا نباشم، که توی غزه یه بخشی از جوانای غزه نشسته بودن داشتن بازی ایران و مصر رو نگاه میکردن، از باخت ایران خیلی خوشحال شدن و خیلی مصر رو حمایت کردن. یعنی چیزم یه پلاکاردی دستشون بود که نوشته بودن شجع مصر، به معنی اینکه ما از مصر حمایت میکنیم، تشویق مصر معنی میده. متوجه؟ و این یه ذره آدمو ناراحت میکرد به خاطر اینکه اونها یه حس ناسیونالیستی عربی بینشون هست، یعنی چون مصری‌ها عربن و اونها هم عربن، اینا پشت مصری‌ها رو گرفتن. این یه ذره طبیعیه ها، یعنی من واقعا میخوام بگم که حالا بعضیا خیلی ناراحت نشن که چرا مثلا اونایی که تو غزه هستن، ما یکی از کسایی هستیم که خیلی از غزه حمایت کردیم. واقعا جاهای دیگه هم خود مصری‌ها از غزه خیلی حمایت کردن، ولی یه ذره آدمو ناراحت میکنه. اونا خیلی مغزشون، تو اونایی که اونجا هستن یه مش جوونن و مثلا بچه هستن، خیلی فرهنگشون، شعورشون اونقدر بالا نیست. ولی خب به هر حال اینجور چیزا آدمو ناراحت میکنه متاسفانه. So Shakira says, "We are all inheritors of Abrahamic culture, therefore we are all Israel." All right, let me give you a little tip. You ready for this? Whenever you hear a celebrity say something crazy like that, you just come over here to the DOJ website, justice.gov/Epstein, type in their name, in this case, Shakira, and boom, there we go. Email between Jeffrey Epstein and Boris Nikolic. Would you like to come to the Westin? I will be with Shakira, wink wink, every single time, allegedly. So Shakira said, تمام سلبریتی های بزرگ در حد شکیرا که این همه شناخته شده هستند و این همه به قول معروف دیده میشن، مافیاهای بزرگ سرگرمی و شهرت، توی داستان اپستین و شرایط شبیه این همشون همکاری میکنن. یعنی واقعا من کم دیدم
بیان و توی این حوزه فعالیتی نداشته باشن و جلوی خودشون رو بگیرن. با اکثر کسایی که توی مافیای عرض به خدمت شما که سرگرمی هستن با این آدم ها همکاری میکنن، هم پول ازشون میگیرن، هم پروموت میشن، بیشتر نمایش داده میشن. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. So we are always hopeful that that would exist over there. Dude. این کشور خود آقای روبیو. آقا که نباید بگید. Yeah. Just imagine. Imagine in Iran that یعنی اومده راجع به هزینه‌هایی که ایران در باب تسلیحات انجام میده رو مقایسه کرده، گفته که آقا اگر ایران این کارا رو انجام نده و بیاد خرج مدرسه سازی و نمیدونم کار زیر ساختیش انجام بده اوضاعش بهتره. حالا این که بنده خدا این اینفلوئنسر آمریکاییه که داره به خودش میگه، بعدش هم که این بی همه چیزا که اومدن زدن مدارس خودمون رو تخریب کردن، نمیدونم کودکای خودمون رو شهید کردن، زیر ساختای ما رو از بین بردن که اگه ما با پول هم داده بودیم درست کرده بودیم و خود کشورشون هم پکیده. یعنی کشور آمریکا هم بخش زیادیش کشوریه که امکانات خاصی نداره و واقعا اگه یه کسی پول نداشته باشه اونجا جامعه خاصی وجود نداره که بخواد به صورت سوشالی و به صورت اجتماعی کمک بکنه تو این حوزه ها به این بندگان خدا که اگر مثلا بخوان مشکلی داشته باشن. همه واقعا تو اسکیل پول در آوردن رو ندارن، همه این هنر اینو ندارن که واقعا بتونن پول خوب در بیارن. ولی متاسفانه کشورهای مثل آمریکا این معضل بسیار بزرگی که توش هست، واقعا اگه نتونی پول در بیاری واقعا به مشکل برمیخوره و زندگی خیلی بدی برات به وجود میاد. خیلی از ایرانی‌های داخل خارج کشور که در آمریکا هم ساکنن همین مشکل رو دارن. Can you tell me what country right now is putting the most money into our educational system right now? China. Pull it up, Rob. How much? Pull it up. China and Qatar. Pull it up. Number 1 is Qatar. همه مطمئنن که چین این کارو میکنه. In universities 6.3 billion and number 2 is China. Foreign funders of US colleges and universities. What do you think Qatar is doing? They know, let me get the youth and I'll confuse the shit out of them for 2 decades. Yep. Go pay, like APAC has given money to who? Educational system right now. China. من میخوام یه چیزی بگم که واقعا هر کشوری که امید داره به آینده خودش داره روی بچه‌های خودش سرمایه گذاری میکنه. تمام کشورهایی که امید دارن روی آینده خودشون که این کشورشون مال خودشونه و خودشون قراره تو این کشور بمونن و پیشرفت بکنن و اگر میخوان از زندگیشون لذت ببرن باید تو کشور خودشون بمونن. چینی‌ها اینطوری فکر میکنن، کشور عربی هم فکر میکنم اینطوری فکر میکنن، ولی ما ایرانی‌ها اینطوری فکر نمیکنیم. فکر میکنیم که اگر پول به دست بیاریم، اگر مدرک علمی به دست بیاریم، کاری بکنیم، باید از این کشور بریم مثلا بریم در کانادا یا اروپا و یا جاهای دیگه در آمریکا مثلا زندگی بکنیم. اینجوری فکر نمی‌کنم. به خاطر همین روی ادویکیشن کشور خودمون، روی آموزش کشور و جوان‌ها و بچه‌های کشور خودمون هیچ سرمایه گذاری نمی‌کنیم. تازه جوری هم شده قبلا زمانی که ما بچه بودیم دولت میومد پول میداد، میگفت آقا مثلا بیاد مدرسه دولتی بچه‌ها رو ثبت نام کنید که به اون حجم از افتضاح بودن مدرسه‌های دولتی زمان دهه 60 بود. نه به الان که شما الان می‌خوای یه بچه رو یه مدرسه ثبت نام بکنی شده دیگه مدرسه های خصوصی و میلیون ها تومان در سال و یا در ماه باید هزینه بکنی که بچت بتونه یه درسی بخونه، یه مدرسه سالمی. متاسفانه Once there is peace in Iran, I'll be going to Iran. I miss Iran. I miss the people of Iran. I miss the hospitality of Iran. I miss the air of Iran. I miss the culture of Iran. I miss the food and the beauty of Iran. I miss Maydun Inqilab. I miss every place in Tehran, in Urmia, in Esfahan, Nusf Jahan. I miss Shiraz. I miss everywhere in Iran. I'm gonna go and I will bring you the best talabi from Maydun Inqilab. Baba khahish mikunam qurban shuma. حالتون شما چطوری بابا؟ ما که حالمون خوب نیست. Love the Lord
love the Lord for Christ is coming to Iran and is gonna make it beautiful once again. Yes. We pray my beloved. Once there is peace in Iran, I'll be going to Iran. کاشکی بذارن ایران نفس. I miss Iran. کاشکی بذارن ایران. I miss the people of Iran. ایران I miss the به قول معروف برگرده به روزهای عادی خودش، بتونن مردم توش زندگی بکنن، جایی بشه که ایرانی‌ها از توش فرار نکنن برن کشورهای دیگه فقط برای اینکه بتونن امروزی زندگی بکنن، به اینترنت وصل باشن، به سیستم مالی دنیا وصل باشن. الان خیلی از جوان‌ها حتی همسن سال من، دهه 60 ها، دهه 70 ها، دهه 80 ها، اینا میخوان بیان از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق اینترنت، از طریق همین یوتیوب، از طریق بازارهای مالی وصل بشن به سیستم جهانی و زندگی بکنن. چون ما واقعا توی کشورمون واقعا منابع برای اینکه بخوایم پول در بیاریم برای هممون وجود نداره. با یه مشت شرکت دولتی هستن، چند نفر میتونن توش برن؟ واقعا ما 90 میلیون نفر آدمیم، شاید مثلا 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون بیشتر فرصت شغلی وجود نداشته باشه. تو هم فرصت شغلی نابرابر، فرصت شغلی که خیلی هم فرصت شغلی خوبی هم نیست، درآمدها همه پایینه. شرکت‌های دولتی که اصلا سیستمشون اینجوریه، وضع دولت ما که این شکلیه، میری توی به قول معروف شرکت‌های خصوصی هم که اون وضع دارن. شرکت‌های خصوصی ما اصلا پوکیدن، با اصلا رحم بهت نمی‌کنن. تو میری اونجا میخوان ازت سوء استفاده بکنن به جای اینکه کار بکنی. بابا یارو 20 سال سابقه کار داره، استخدامش میکنن، انتظار دارن بله قربان بگه. بابا یارو 40 سالشه، 20 سال سابقه کار داره، 50 سالشه، 20 خورده ای سال سابقه کار داره، چی انتظار داری بیاد برای تو $2000 راست بشه؟ اگه مرد باشه اینجوری ازش انتظار دارن خوردش کنن، اگه زن باشه بنده خدا ممکنه مثلا بخوان دست درازی بکنن، کار زشتی بخوان انجام بدن. بابا تمام شرکت‌های خصوصی ما، من هر جا دیدم یه همچین داستانی توش برپا بود. نه پول میدن، نه احترام به آدم میذارن، نه موقعیت چیز دارن. بابا آدم دلش میسوزه برای این مملکت. آدم میگه بابا بذار تو این مملکت زندگی بکنیم. چی دارم اگه کانادا بره دلت میگیره. اروپا هم هزار تا مشکلات دیگه داره. Hey Sam, you're out of toilet paper. Oh, hold on, let me get you some. اینم آمریکایی هم. Which one do you prefer? I will take both. I have a little occupation going on right now, if you know what I mean. Have a nice wipe. خب دوستان خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. یکم طولانی شد ولی ویدیوهای خیلی جالبی بود، با هم دیدیم. من هدفم از این که این کانال رو راه انداختم این هستش که یه سری ویدیوها رو با هم دیگه ببینیم و من نظرم رو بگم. حالا شاید من ببینم، شما توی اینستاگرام به تورتون نخوره، خیلیاش هم به زبانهای دیگه است. جالبش اینه که خب من میتونم اینا رو بیارم و با بچه‌ها به اشتراک بذارم، چیزایی که شاید تو اکسپلورتون نیاد، و ببینیم با هم دیگه توی این روزگار توی دنیا چه اتفاقی میفته و با هم راجبش صحبت بکنیم، هم نکاتش هم سرگرم بشیم، هم نکات جالب ببینیم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. این ویدیو رو لایک بکنید اگه خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.